سلام، دوباره خوش اومدین با یک ویدیوی جدید از کانال خوب رازنما تیوی. دوستان، علیرضا امینی هستم. هر روز لایو میام، بعضیا داخل لایو هستین و منو میشناسین. تشکر از حمایتتون که همیشه منو حمایت کردین و حمایت شما بود که من امروز آلمان هستم و موفق شدم یک سفری واقعا طولانی و پرخطر و پرهیجان رو واقعا طی کردم تا به آلمان. الان یه سال میشه حدودا در آلمان زندگی میکنم. اینجا به سر میبرم، اینجا پناهندگی دادم. دوستان، در این ویدیو به این میپردازیم که من کی هستم و از کجا هستم، اهل کجا. بعضیا هر روز منشون لایو میام میپرسن اهل کجام و چند سالم هست، چی باعث شد که من این سفر رو بکنم. خواستم یه ویدیوی کوتاه به اشتراک بذارم که چی باعث شد، چطوری من تا آلمان اومدم، چطوری موفق شدم، چطوری این انگیزه رو داشتم واقعا. چطوری برای بعضیا این واقعا این سفر یه چیزی عادی است، یعنی 7500 کیلومتر باید تو کتاب آلمان اونم قاچاقی بدون هیچ کدوم مدرک چیزی خاصی، ولی واقعا خیلی سفر پر هیجان و خطرناکی بود. دوستان، کتاب اینجا من طی کردم، موفق به انجام میکار شدم. یک موضوع رو طول کشید تا ترکیه تا آلمان من رسیدم. دوستان، به شهر هامبورگ. دوستان، من علیرضا امینی هستم از شمال افغانستان. 23 سال عمر دارم عزیزان. فعلا در آلمان زندگی میکنم همراه به خانواده. البته خانواده اینا سالهای قبل اومده بودن اروپا. جایی که الان من زندگی میکنم داخل خونه، من تنها زندگی میکنم دوستان، ولی مادرم اینا، برادر، خانواده اینا همه ای آلمان هستن. دوستان، قسمی که شما میفهمین سال از افغانستان جنگ و ناامنی و کشته مجبور شدم کشور خودم ترک کنم. یعنی قبل از اینکه طالبان نبود کابل واقعا امنیت داشت. یعنی بعضیا افغانستان فکر میکنن جای جنگ زده و آواره و اینطوری. قبل از این واقعا خیلی خوب بود افغانستان، ولی موقعی که طالبان اومد با شرایط طالبان نمیتونستم کنار بیام، چون اونا واقعا سختگیر بودن و امنیت جانی مثلا تضمین نبود. بخاطر همین مجبور شدم دوستان کشور خودم رو ترک بکنم، به ایران پناهنده بشم. چند وقت ایران پناهنده بودم، بعدش هم دیدم که ایران واقعا با ما بسیار بد، مردمش البته خیلی مردم شریف و پاک و صادقی هستن، ولی دولت ایران رفتارش با ما واقعا اصلا خوب نبود، اصلا ما رو آدم حساب نمی‌کردن. خب خلاصه مجبور شدم دوستان از ایران خارج شدم، به هزار بدبختی اینا وارد ترکیه بشم. ترکیه موقعی رسیدم ترکیه هم خب خلاصه اونجا هم شرایط خیلی واقعا خراب بود، چون مهاجر از هر جا، ایران، افغانستان، ترکیه، از همه جا در ترکیه مهاجر حضور داشتن. به خاطر همین دلیل مهاجر بیشتر زیادی دوستان ترکام نجات پرست بیشتر دارن داخل خاکشون. خب خلاصه اونجا هم آینده خوبی دیگه چی نمیشد، آینده خوبی نداشتم دوستان. تصمیم گرفتم تا به آلمان مهاجرت کنم، به اروپا اصلا چی نمیفهمیدم واقعا کجا برم. فقط می‌خواستم از ترکیه بیام بیرون، به کشور اروپایی خودمون برسونم. و خانواده منم در سالهای قبل مثلا آلمان اومده بودن، آلمان زندگی میکردن. بعد دوستان 3 بار من متاسفانه گیم زدم، متاسفانه موفق نشدم. هر باری که اومدم به سمت مرز یونان، من از سوی ماموران ترکیه و از سوی مامورای یونان مورد لطکوب قرار گرفتم و با بیرحمانه ما رو لطکوب کردن و هر چی که داشتیم، پول، لوازم جانبی، گوشی، هر چی، حالا همه چی رو از ما برداشتن. با یه شورت مارکت به ترکیه دیپورت کردن. ترکیه هم موقع مامورای ترکیه ما رو دستگیر می‌کردن، این می‌بردن کمپ، اونجا هم اذیت می‌کردن، کلی برگه و امضا کن اینو بکن. خب خلاصه کلی سختی و اینا. بعدش هم دوستان روزی واقعا خیلی ناراحت بودم که چطوری مثلا من ترکیه رو ترک کنم، من ترکیه خارج شم، به اروپا وارد به اروپا بشم. دوستان چند تا گردشگر خارجی من دیدم که با یه تور دوچرخه سوار بود. موقعی که اینا رو دیدم دوستان همچنان واقعا، یعنی خیلی از اینا دیدن اینا لذت بردم، خواستم منم مثل اینا باشم. بعد گفتم دوستان این فکر به ذهنم اومد اگر من به شکل اینا در بیام بهتر از اینا، آیا موفق به انجام این کار میشم که مثلا کشور ترکیه از ترکیه خارج بشم، وارد اروپا بتونم شام با این کار چیز برنامه‌ای که ریخته بودم. خب دوستان حدود 1 ماه من برنامه‌ریزی کردم، چیا نیاز هست، چی باید بگیرم، لوازم کمپینگ کلی داخل گوگل اینا مثلا سرچ می‌کردم چه لباسی باید داشته باشم، چه جور دوچرخه‌ای باشه، چه جور ساک، حالا کیف یا هر چیزی. خلاصه بعدش دوستان تنها بدترین چیزی که بود، من قد به سختی گیر آوردم رفیق بود، چون این داستانو به هر کی تعریف می‌کردم منو مسخره می‌کردن و می‌خندیدن، باور نمی‌کردن. بعدش دوستان خب خلاصه 3 نفر رو پیدا کردم که هزینه اونا رو من خودم پرداخت کردم، خودم به گردن گرفتم، گفتم هر چقدر هزینه باشه من پرداخت میکنم برای شما، دوچرخه، لباس، خلاص لوازم جانبی، هر چی که شما دوست داشته باشین من برای شما میخرم، فقط شما همراه من بشید، چون من تنها بودم دوستان دیگه. جنگل ها اینا خودتون میفهمید واقعا یکم خطرناک و ایناست، ترسناک یکم. پس شبا من اونقدر داخل جنگل ها نبودم. خب با اینا مثلا
به توافق رسیدیم، برنامه دوچرخه گرفتم، 3 نفر 4 نفر شدیم دوستان. سفرمون از ترکیه آغاز شد، به سمت یونان در حرکت بودیم با کل خاطرات و اینا. کلی فیلم گرفتیم، هر جا کمپینگ کردیم که اون موقع ویدیویی که من میگرفتم کلا افتضاح بود، یعنی وارد نبودم اصلا، چون واقعا فکرم درگیر بود که چطوری از مرز رد بشم و وارد اروپا بشم به مقصد برسم. فقط تو ویدیو میگرفتم، زیاد ویدیو نمیگرفتم چون بعضی موقع اصلا حوصله‌اش نبود، به اینکه برق گوشی تلفن شارژ مصرف میکرد، برق هم زیاد نداشتیم. خب بعضی فیلم‌ها میگرفتم تو مسیر، مثلا آپلود میکردم به یوتیوبی که الان دنبال میکنین، همچون ویدیوها هست تا الان میتونین ببینین و لایک بکنین دوستان. خب خلاصه حرکت کردیم، رسیدیم به دریاچه مرزی ترکیه که وسط مرز ترکیه و یونان قرار داره. این نصف دریاچه مربوط به ترکیه میشه، نصفش هم مربوط به یونان. اونجا دوستان در آنجا ما بیسیم، لپتاپ، لوازم ایمنی همه چی داشتیم. مثلا به شکلی مامورا در اومده بودیم چطوری از مرز رد بشیم، همه چی رو برنامه‌ریزی کرده بودیم خودمون دوستان. خب خلاصه قایق بادی رو باد کردیم، یک نفر رو فرستادیم اون و با یکی این بیسیمایی که الان شما اینجا می‌بینید دوستان، این بیسیم از ترکیه اومده، رد کردیم اون رفت بررسی کرد چطور هست، میشه با دوچرخه جای راه داره دوچرخه ها رد کنیم، چون دوچرخه‌مون سنگین بود، کلی بار و این چیزا داشتیم. خب به من گزارش داد، بیسیم زد که آره مثلا اوکی میتونیم این ور بیاین. بعدش هم قایق دوباره برگشت به سمت ترکیه، کشتی‌ها رو باد کرده بودیم، روی کشتی چیزی پهن کردیم، دوچرخه رو گذاشتیم، رد شدیم اونوری در دریاچه. بعدش لباسای تک تیراندازای اونایی که هدفگیرانا، مثلا اونایی که مخفی میشن شبیه درخت اینا، همون لباسام سفارش داده بودم، خریده بودم، تهیه کرده بودیم. بعدش هم 2 نفر با اون لباسا 1 کیلومتر رفتیم، مرز و اینا رو دید زدیم که مثلا به بنبست نخوریم یه موقع، چون اگه پیاده میبودیم مشکل نداشت، ولی با دوچرخه نمیخواستیم دوچرخه‌مون دست مامورای یونانی یا چیزی بیفته دوباره لخت برگردیم. به خاطر همین هر کاری میکردیم درست انجام میدادیم، رو برنامه پیش میرفتیم، مثل پابجی اینا. این لباسا هم پابجی یاد گرفته بودم. بعد رفتیم 1 کیلومتر، خب خلاصه خوابیدیم. زمان گشت یونان رو مثلا مشخص کردیم که یونان ماموراش چند دقیقه گشت میزنن، چند دقیقه رد میشه، دوربینی هست، مثلا سیم خاردار چیزی واقعا وجود داره یا نداره. دوستان همینطور 1 کیلومتر رفتیم، فقط 2 تا سیم خاردار بود، جاده اول و که مربوط به خط ریل میشد سیم خاردار بود، بعدش هم که از خط ریل خالی میشه دوباره سیم خاردار، خلاص 4 تا سیم خاردار بود دوستان. ما پنسه همه چی داشتیم، با دوستم رفتم پنسه اینا رو بریدم. جاده 85 جاده اونایی که مثلا گیم خود انداز اومده، جاده 85 100% بلدن، شنیدن. خب خلاصه دوستان برگشتیم، آماده شدیم، همه حرکت کردیم. از سیم موفقانه بود، یعنی همه کار موفق به این شدیم که مثلا رسیدیم جاده 85 رد کردیم، 15-20 کیلومتری از مرز دور شدیم دوستان. اونجا چادر زدیم، شب با هم نشستیم، غذا درست کردیم. بعدش هم آره این یادم رفت دوستان، خوب شد یادم اومد. بعدش مثلا تنها بردیم که وارد هر کشوری که میشدیم دوستان، ما پرچم اون کشور داشتیم، ماسک داشتیم، عینک گذاشته بودیم، کولا گذاشته بودیم، مثلا مشخص نبود ما اهل کجا هستیم، مهاجر هستیم یا غیر قانونی چیزی. موقعی که داخل ترکیه بودیم پرچم ترکیه روی دوچرخه ما بود، موقعی که وارد یونان شدیم پرچم یونان رو پهن کرده بودیم و لاستیک جلوی پرچمای یونان رو وصل کرده بودیم. هیچکی نمیفهمید که ما گردشگر خارجی هستیم یا داخلی. ماسک داشتیم، هیچکی قانون گذاشته بودن هیچکی حق به برداشتن ماسک و دستکش و عینک اینا رو نداره، وگرنه به اونو برخورد میکردیم. خب دوستان همینطور شب رو اونجا گذراندیم و متاسفانه بچهای کم ترسو بودن. خب اعتماد به نفسش خیلی پایین بود، چیزایی که قولایی که به من داده بودن همه زیر قول دادن. خلاصه دعوا کردیم، چیزی که من میگفتم اونا تایید نمیکردن. مثلا میگفتم داخل جاده که میریم با نظم راه بریم، مثلا اونا مسابقه میدادن، فوش این کارا میکردن. خب خلاصه کارهای بی‌نظمی، مثلا مشخص بود که ما مهاجر هستیم یا صدای بلند حرف میزدن، لایو میرفتن تو فیسبوک، اینا فقط میخواستن به اشتراک بذارن، مثلا یا دوستی دشمنی چیزی که دارن حسودیش بشن، اینجا چیزا که مثلا من وارد بیرون شدم اونم با دوچرخه. خلاصه من مخالف این کار بودم دوستان، چون واقعا سختی خیلی زیادی کشیدم، کلی زحمت کشیدم تا اینکه وارد یونان تونستم بشم و کلی هزینه کردم. به خاطر اینا دیگه نمیخواستم شکست بخورم دوستان، چون 3 بار شکست خورده بود، مگه بار 4م شکست میخوردم همه وسیله‌ام از دستم میرفت دوستان. به خاطر همین من دیگه با اونا نمیتونستم بسازم. خلاصه بحث و جلب بحث ما خیلی بالا رفت و با هم دعوا کردیم. این 3 نفر دوستان یه طرف شدن و من تنها موندم. اینا
دیگه عقب نشینی کردن، قولی که من داده بودن زیر قول زدن، خلاصه دعوا کردیم. این 3 نفر یه طرف شد، من یه طرف. دیگه گفتن ما با تو نمیریم، تو راه خودت برو، ما راه خودمون. دیگه منم مجبور بودم جز این چیزی چاره‌ای نداشتم. اگه با اون 4 نفر میرفتم واقعا دستگیر میشدم. دستگیریم 100% بود، کتک خوردن همینطوری، چون من لوازم غیر قانونی زیاد داشتم. لباسایی که تنم بود لباسای ارتشی بود و همینطور لپتاپی که داشتم لپتاپ مربوط به CIA میشد و بیسیما غیر قانونی. دوربینی که داشتم دید در شب بود، کلا غیر نظامی بود. کلا اونا غیر نظامی هستن، حق نداشت اونا رو استفاده کنه. خب ما اینا رو داشتم دوستان، به خاطر همین اگر من بازداشت میشدم دوستان جرم واقعا خیلی سنگین بود. دیگه مجبور بودم. خب خلاص از این 4 نفر عقب کشیدم. این 3 نفر یه طرف شد، من یه طرف. من موندم تک، اینا شدن 3 نفر. خب دوستان اینا رفتن دیگه. من شب داخل چادر بودم، خوابیده بودم، واقعا خیلی خستم بودم و فقط می‌خواستم فکر کنم چطوری تنهایی این همه مسیر. بعد چون شبا داخل جنگل نخوابیدم، جنگلایی که تو فیلم هم حتی ندیده بودم، فقط تو فیلم‌ها بعضی جنگلا رو دیده بودم ولی بخش زنده دیگه واقعی نبودم داخل جنگل. خب واقعا این یکم برای من ترسناک بود دوستان. دیگه نمیتونستم داخل جنگل شبا بخوابم، فقط یکم استرس اینا داشتم، نگران بودم که چطوری مثلا این همه مسیر، تازه من وارد به 1% راه رو طی کرده بودم، 99% راه مونده بود، 99.99%. این همه راه رو باید تنهایی میمونم که شامل 10 تا کشور بود: یونان، آلبانیا، بوسنیا، مونتنگرو، کرواسی، اسلوانی، ایتالیا، فرانسه، آلمان. 10 تا کشور میشد دوستان. 10 تا کشور ما باید کلا رکاب میزدم. بار ما همطور زیاد بود دوستان. خب خلاصه شب رو اونجا خوابیدم دوستان. این 3 نفر نامردی کردن و راه رفتن. اینا فکر میکردن موفق میشن، مثلا میرسن به مقصد، چون 3 نفر بودن. خب من همه چی برنامه‌ریزی کرده بودم، بدون برنامه به اینجا نمیرسیم دوستان. اینو محترم همیشه آوازونی گوشتون بکنین دوستان. من هر غلطی که میکنم قبل اون برنامه‌ریزی میکنم، الانو فکر نمیکنم، 1 ساعت نیم ساعت بعدو فکر میکنم قراره چه اتفاقی بیفته، فرداشو فکر میکنم. من روی همه چی برنامه داشتم. خب خلاصه دوستان اینا رفتن به حق من نامردی کردن. من چون خواب بودم داخل چادر، موقعی که از خواب بلند شدم، خلاصه چند کیلومتر البته ما راه رفته بودیم، یعنی به چی نزدیک بودم، به سالونیک، دور برای سالونیک بودیم. یه شهر بود به اسم سرس، نمیدونم شنیدید چون اگه به جی پی اس بزنین سرس یه شهر بزرگ، اونقدر بزرگ نبود ولی خلاصه خوب بود، به اسم سرس بود دوستان. در جنگلای سرس قرار داشتیم که ما با هم کات رابطه کردیم. بعدش هم دوستان موقعی که من از خواب بیدار شدم، من چادر اومدم بیرون، متاسفانه دیگه دوچرخه‌ای در کار نبود دوستان. دوچرخه منو برده بودن. حالا نمیفهم واقعا، الانم شاید داره من شما نگاه میکنید، شما 3 نفر شاید به من فوش خار مادر میدن، حالا هرچی از هر جا شما رو ای بلاک میکنم دوباره میاد مثلا به من توهین میکنه، ولی واقعا من مقصر نبودم دوستان. هر چیزی که شما گفتین، هر قولی که من به شما دادم عمل کردم، ولی شما نامردی کردین در حق من. حالا نمیفهم واقعا شمایی که الان دارید من نگاه میکنین دوچرخه منو بردین یا مثلا چوپانی چیزی دزد چیزی برد. خب خلاص دوستان دوچرخه‌ام گم شد. من با پای پیاده حدوداً چندین ساعت من منزل کردم. سرس تا به سالونیک حدوداً 100 کیلومتر اینا فاصلهش هست. خلاصه از خط ریل حرکت کردم، پاهم واقعا در به داغون شده بود، از کل جا خون اومده بود. الان چاپ اون زخم‌ها تا الانم مونده خاطراتش. خب خلاصه چند ساعت طول کشید تا رسیدم. کلی بار دوستان وسایل دوچرخه‌م اینا نبرده بودن، صاف و گلوپشتی اینا داشتم. رسیدم سالونیک دوستان. سالونیک یک دایی خیلی خوبی، من دایی صدا می‌کردم، به اسم نجیب بود. من کاکا نجیب صدا می‌زدم، کاکا به اسم عمو یعنی به زبان افغانستانی. خب خلاصه چند وقتی رو خونه این بنده خدا موندم، حدوداً یه ماه، حالا چند ماه یه ماه خونه این، بعدش هم رفتم یه جایی. چند ماه طول کشید تا یونان دوباره دوچرخه خریدم، وسایل اینا واگن سفارش دادم، به شکل تریلر عقب دوچرخه هم وصل می‌کردم که بتونم بار بیشتری حمل کنم. و اینکه سفرم واقعا دور و دراز بود دیگه، 1 نفر بودم، باید تجهیزات اینا بیشتر، باید من لوازم 4-5 نفر رو حمل می‌کردم دوستان، چون نیاز به اونها داشتم. بعدش هم بدترین مرز یونان نبود دوستان، سخت‌ترین مرز یونان نبود، بدتر از اینم یک مرز وجود داشت دوستان که واقعا خیلی سخته. بعضی شمایی که مثلا داخل آلمان هستین یا اروپا زندگی میکنین، مرز حتما بیشتریاتون رد کردین. کرواسی بدترین مرزیه که دوستان، سخت‌ترین مرزیه که آدم یعنی موفق به انجام اون کارا میشه. حتی بعضیا 20 بار 30 بار هم گیم زده تا رد شده. یونان که 2 بار 3 بار رد میشی. ما هر بار اومدیم یونان تونستیم رد بشیم، ولی وسط شهرها اینا دستگیر شدیم دوستان. بدترین جا اونجا بود، اونم با این همه بار و واگن عقب دوچرخه رد شدن مرز واقعا کار ساده‌ای نبود. خب خلاصه دوستان من پهباد، یه دستگاهی که مثلا برق منو چی میکرد، تضمین میکرد، چادر پمپی، واگن، دوچرخه اون ساده بود.
خلاصه تخت خواب، کیسه خواب، فرش، لوازم پخت و پز، گاز، لامپ، خلاصه یه عالمه وسیله. حتی اینترنت هم داشتم دوستان، اینترنت فری، یعنی مثلا نه 2 گیگابایتی اینترنت خارجی فعال کرده بودم. یعنی همه جا قدرتش واقعا خیلی خوب بود. شبا موقع چادر می‌زدم کنار همیشه روی جی پی اس نگاه می‌کردم دریاچه کجاست، کجا باید من چادر بزنم، کجا توقف کنم. خلاصه روی برنامه بودم. ولی ترس مرز اینا دیگه کلا پریده بود دوستان، دیگه ترسی در کار نبود دوستان. خب خلاصه از سالن این همه وسایلی که الان گفتم، وسایل الانش بیشتر ویدیو منو دیدین دوستان. گرچه واقعا معذرت میخوام چون کارم با ویدیو اونقدر خوب نیست، ادیتش واقعا سخته چون در زندگیم چون کارو نکرده بودم، اولین بار هست. از شما معذرت میخوام، اون ویدیو واقعا خوب نبود. خب خلاصه این همه وسیله رو داخل واگن عقب دوچرخه و به دوچرخه مثلا هر جا ساک نصب کرده بودم. اونا ساخت خودم بودن دوستان، نه اینکه ساکا مثلا ساخت خودم، فقط بسته‌بندی ساخت خودم بودن که برای بعضی گردشگرایی که در مسیر ما با هم چی میشدیم مثلا برای اونها یکم عجیب غریب بود، چون استایل و تیپ و استایل و لوازم ایمنی، لوازمایی که من داشتم واقعا عجیب غریب بودن. یعنی یه گردشگر واقعی هم مثلا گردشگر بی‌نظیر درست کرده بودم خودم دوستان. خب خلاصه حرکت کردم دوستان، واقعا فضام خیلی زیبا بود، منظرها، کوه‌ها، کوهستان‌ها. واقعا الانم به اون یادا میافتم دوستان، واقعا خیلی خوشایند بود. الان به خدا فکر میکنم دوباره برم اون روزا، اون هیجان رو دوباره تنهایی برگردم دوستان. حتی بعضی جاها بود 4 روز 5 روز من چادر میزدم، میخوابیدم، آب بازی میکردم کنار دریاچه، غذا میپختم. غذا نبودی فقط من چون قاچاقی اومده بودم بیسکویت بخورم فلان فلان، بهترین غذاهای محلی افغانستان درست میکردم، کباب میپختم، تخم مرغ میپختم، قارچ، ماکارونی، همه چی. بعد خریدم مثلا در اروپا یه سوپرمارکتی هست به اسم لیدل، ادیکا، اینا سرتاسر اروپا، هر کشورهای اروپایی، آلمان، یونان، مثلا صربستان، همه جا هست این مغازه. همیشه میرفتم از این مغازه خرید میکردم، سوپرمارکت‌های خیلی بزرگ، دوچرخه رو قفل میکردم، خریدام از اونجا میکردم دوستان. بعدش هم فقط چی میخریدم دوستان؟ نان خشک، اینسا، روغن، اینا. بقیه کلا کشاورزی، میوه بود، قارچ بود، سیب زمینی بود، سبزیجات بود. آره الان شاید مثلا شما من فوش میدین میگی این کثافت حرامخوره، مال مردم از کشاورزیانا دزدی کرده. خب دوستان چون واقعا مهاجر بودم، موقع پولم با خودم به خاطر ترس اینا نمیتونستم، وگرنه پول داشتم دوستان. به خاطر ترس هر چیزی مثلا میتونم دست دوزان نمیتونم، چون اگه درست ولی وارد کشور اروپایی شده، ولی دوز در هر جای دنیا هست. از اینجا مثلا دیگه اونقدر پول نداشتم با خودم، پول نقد همراه از کشاورزی من سیب زمینی این چیزا رو برمی داشتم، فقط پخت و پز میکردم. بعضی جا مثلا در خونه ها میرفتم، آب میدادن بهم، کمک میکردن، غذا میدادن دیگه. بعضی جا راستشو میگفتم پاسپورت ندارم، انگلیسیم هم در حد خوب بود. الان متاسفانه چون آلمانی دارم میخونم انگلیسیم قاطی شده دوستان. از اینا غذا درخواست کمک میکردم، بهم غذا همه چی میدادن، چون بعضی جا مثلا سوپرمارکت اینا کیلومترها دور بود از خونه ها، اینا درخواست میکردم، درخواست کمک میکردم، همه چی میدادن. اروپایی باز یک خوبی داره دوستان که مثل ما افغانستانی‌ها یا ما ایرانی‌ها مثلا ترک‌ها اینا نیستن. اروپایی خیلی مردم خوبی هستن نسبت به کشورهای اسلامی. اینا به پناه بره یا دست دراز کنی هیچ موقع دست خالی بر نمیگردونه، هر چی از دستشون بر بیاد، پول، غذا، آب، هر چیزی که تو بخوای دوستان به دستت قرار میده، همه چی بهت میدن. خیلی مردمای خوبی تو مسیر دوستان بودن. هر کشوری که می اومدم واقعا مردمای بهتر و خوب. فقط تنها بدی که بود دوستان میفهمی، چون واگونی که عقب دوچرخه‌ام بود خیلی بارای سنگینی داشت. فقط این دستگاهی که الان برق منو تضمین میکرد 25 کیلو وزن داشت. چادر ما همینطور دارو ولی 30 کیلو اینا وزن شد. چادر من با پمپ باد میشد، بزرگ، خیلی چادر خوبی. چون دوستان من که بودم کلا مثلا جنگل اینا بود، با نیاز به چادر خوبی داشتم. گراز زیاد داره تو را، خرس هم هست و سگ، گرگ، حیوانات درنده زیاد داره، مار تا دلت بخواد هست، زنبورای خیلی وحشی هست و عقرب. بخاطر همین من نیاز به همچین چادری داشتم. چادرم وزنش خیلی بالا بود و خیلی ایمن بود از باد و بارون مثلا، یا هر چی، از حیوانات، چیزای خزنده اینا. بخاطر این من همچین چادری خریدم، وزنش خیلی واقعا زیاد بود ولی چادر خیلی باحالی بود. شب موقعی که لامپا اینا رو روشن می‌کردم خیلی قشنگ، از منظره خیلی زیبایی داشت. ولی دوستان موجودات عجیب غریب خلاصه زیاد. اولش داخل جنگل بودم، شبا واقعا چادر می‌زدم، خیلی وحشت می‌کردم، ترس لرز داشتم، راحت نمیتونستم بخوابم. یه صدا میاد، سری بیدار میشدم، شوکه میشدم، فلان میشدم. موقعی که با دوچرخه‌ام داخل جنگل به هوای تاریک اینا راه میافتادم، حرکت می‌کردم، یه صدایی از پشت میاد، انگار که یکی منو داره تعقیب می‌کنه. حالا نمی‌فهم، حالا شاید الان مثلا به شما بگم، شاید شما منو مسخره کنید، ولی خدایی نمی‌دونم جنیات بودن حالا چی بودن، چیزای عجیب غریب زیاد بود. بعدش دوستان موقعی که رسیدم به آلبانیا، پایتخت تیرانا، پایتخت آلبانیا هست، جای زیبایی هم هست تیرانا.
اونجا رفتم دوستان یه بوفر خریدم، عقب دوچرخه‌ام نصب کردم. موقعی که من داخل جنگل‌های وحشتناک، من موقعی که میرفتم داخل جنگل، مثلا اونجا کسی جرئت نداره شب موقع شب مثلا داخل جنگل عبور کنه، من تک به تنها. داخل جنگل که بودم دوستان، از مرز شهرها اینا کیلومترها فاصله داشتم، اثری نه لامپی نه انسانی نه چیزی هیچی نبود. از جنگل‌ها اینا حرکت می‌کردم دوستان. جنگل‌ها البته مثل جاده چوپان، راه چوپان هست دوستان، چوپان رد میشن عبور میکنن یه خط اینجوری بالای تپه‌ها. اونجا جاها حرکت می‌کردم دوستان، همیشه وسط جنگل اینا بعضیام واقعا گیر می‌کردم، خاشه اون چیزا بود. بعد موقعی که میرفتم داخل جنگل موزیک میذاشتم دوستان، یه صدای عجیب غریب پلی می‌کردم، من اون صدا گم می‌شد، چیزایی که منو تعقیب می‌کرد دیگه الان نمی‌فهمم واقعا چی بود، جنیات بود، سگ بود، چی بود، خلاصه صدای جور ناجور میومد از عقبم ولی لامپ میزد هیچی نبود. خب خلاصه دوستان رسیدیم به مرز بوسنیا. خیلی مرزش تپه‌های خیلی بلندی بود، هوا خیلی گرم بود، هوا واقعا به شدت گرم بود، یعنی نور خورشید موقعی میزد به جنگل به زمین اینا، زمین دود میداد. شاید هم 2021 اینا شاید هم به اخبار اینا چیز، حتی جنگل‌های فرانسه از طریق نور خورشید آتش گرفته بود. واقعا مونتنگرو و بوسنیا اینجا خیلی هوا گرم بود، خیلی هوا گرم بود که من بعضی موقع مجبور به این میشدم شبا توقف بکنم به جایی، مثلا روزا توقف بکنم به بخش شبا مثلا به مسیر ادامه بدم، چون واقعا خیلی هوا گرم بود، نمیتونستم، انرژی نداشتم حرکت کنم. خب دوستان بزن بکن بوسنیا رو رد کردیم، رسیدیم به بدترین مرز اروپا، کجا؟ کرواسی که خیلی مرموراش عوضی ان و همینطور مردماش نجات پرست کثافتن. رسیدیم به اینجا دوستان. اینجا تنها چیزی که به فکرم افتاد چی بود؟ پهپاد. به جز پهپاد دیگه هیچ غلطی نمیتونستم بکنم دوستان. به خاطر این نمیتونم ویدیوهای پهپاد اینا رو دارم، گرچه نمیتونم به یوتیوب اشتراک بذارم چون این چیزا غیر قانونی هست. حتی آلمان الان ویدیویی که مثلا اینقدر اطلاعاتی که به شما دارم میدم اینم غیر قانونیه، جرمه، میفهمید دوستان؟ به خاطر اون ویدیوهاشو به اشتراک نمیذارم، نمیخوام هر کی این کارو بکنه، چون دوستان اینجا تو آلمان حسادت مردم ها زیادی دارن، با من حسادت دارن، حسودیشون میشن، میفهمید؟ چون الان من حدود 1 سال اومدم اینجا، کلی زندگی خوب و بهترین لوازم اینا دارم. مثلا الان این کامپیوتری که شما من میبینید شاید مثلا تو ایران اینا ارزشی نداشته باشه یا ترکیه کشور آسیایی، ولی تو اروپا خیلی گیرن. الان PS5 مثلا همه لوازم اینا خریدم، خیلی حسادت میکنن چون تا حالا خونه دارم، اینجا خونه گرفتم، بعضی خونه ندارن، داخل هایم کمپینا زندگی خونه گرفتن. تو اروپا خودتون میفهم خیلی واقعا سخته، بعضی خبر ندارن. خب خلاصه دوستان از پایتخت بوسنیا من یه پهپاد خریداری کردم. درون 4 پرو بود، درون مینی پرو بود دوستان، 4ش. اینو بلند میکردم، دسته کنترل این LCD داشت واسه دوستان، اینو روی دوچرخه‌ام وصل کرده بودم، حدودا چند متر این از من پیشتر میرفت. خلاصه من به دنبال این، بعد پخش زنده همه جا رو میدیدم. ولی دوربینای فقط مرزش دوستان حدود 1 کیلومتر اینا چی داشتن، دوربینای حرارتی دوستان که موقع وارد مرزشون بشه اینا ردتون میزنن دوستان. فقط 1 کیلومتر واقعا برای من خیلی سخت بود، واقعا خیلی سخت بود. ولی دوربینای حرارتی دوستان نیم متر به پایین رو نمیتونن بگیرن ولی نیم متر به بالا رو میتونه اسکن کنه دوستان. اونجا بدترین مسیری که بود، سخت‌ترین مسیری بود که فکر کنین 1 کیلومتر 24 ساعت طول کشید تا من تونستم رد کنم. یعنی اینقدر ساده نبود، 24 ساعت طول کشید دوستان. من کلا سینه خیز میرفتم، دوچرخه رو میکشیدم عقب، به دنبال خودم میکشیدم میرفتم، یه جای مخفی میکردم، دوباره برمیگشتم سینه خیز بقیه وسایل تا اینا همه چی رو آوردم، اینطوری تونستم رد بشم. چون کلا دوربینای حرارتی داره دوستان. آره دوربینای حرارتی اگر دوستان اونم بعدن من متوجه شدم چون روش کار نکرده بودم نمیفهمیدم واقعا. اگر به بدنتون برق وصل باشه دوستان، دوربین حرارتی شما رو نمیتونه بزنه. فقط میتونین با این کار چطوری این کارو بکنین که مثلا دوربین حرارتی نزنه، یه باتری ساعت بذارین زیر زبونتون، دوربین حرارتی دیگه نمیتونه شما رو بگیره. یا اینکه هوا بارونی باشه بازم نمیتونه اون تو شما رو شناسایی بکنه یا ردیاب بکنه. بعد 1 کیلومتر دیگه رد دیگه تمامه دوستان. بعد 1 کیلومتر خلاصه که من موفق به انجام این کار شدم، تونستم مرز پشت سر بگذارم، بس اینا رو رد کنم، وارد کرواسی بشم، وارد یه ده شدم. اونجا وارد به جاده اصلی دیگه، موقعی که به جاده اصلی باشه اگه پیاده باشه که مشخصه تو مهاجر دیگه، موقعی جاده شدم ده هر کی تیر میشد یه های هالو فلان میگفتم، خودم مثلا انگلیسی حرف میزدم میفهمن که آقا من تروریستم، بابا توریستم. بعدش هم خلاصه برام ادامه دادم دوستان. پرچمو بعد خوبیش چی بود دوستان؟ جرأت و نگاه، تو رو خدا جرأت و نگاه. چون افغانستانی گردشگر ما نداریم آقا، هیچ کی همچین غلطی رو نمیکنه.
موقعی که من آلبانیا رو رد کردم، پرچم افغانستان آلمان رو وصل کرده بودم پشت عقب دوچرخه. هر کی فکر می‌کردن خب بیشتری اروپایی‌ها مثلا نمی‌فهمن پرچم افغانستان چه شکلیه، چون تا بعضی البته تا سرچ نکنن نمی‌فهمن پرچم افغانستان چه شکلیه. عقب دوچرخه هم پرچم افغانستان بود و پرچم آلمان رو گذاشته بودم. یه پرچم سفارش داده بودم که نصف مال افغانستان بود، نصف مال آلمان، یعنی یه چیزی دوستانه درست کرده بودم. همه فکر میکرد من آلمان زندگی میکنم و اقامت آلمان دارم، اهل کشور دیگه هستم، نمیفهمیدن. خب خلاصه اینطوری دوستان رسیدم به شهر ریاکا، بزرگترین شهر کرواسی. خیلی جایی با صفا، جایی زیبا، جایی قشنگ. دیگه دوستان یه شب اونجا موندم، واقعا جای خیلی زیبایی بود دوستان. دلم برای همچین راه‌ها تنگ شده. خب چیکار کنم دیگه، تا الان هیچی ندارم، مگر برمیگردم دوباره این مسیر رو. خب کرواسی رو هم طی کردیم، رسیدیم به استوانی. استوانی هم خیلی جای قشنگ زیبایی بود دوستان. دلم میشد فقط چند تا کشور واقعا تو مسیر خوشم اومد دوستان. ایتالیا بود، اسلوونیا بود، مونتنگرو. این سه تا کشور دوستان بی‌نظیر بودن. سرزمینی خیلی زیبا، خونه‌های خیلی قشنگ. میگفتی یکی نشسته خونه‌ها اینا رو نقاشی کردن، انقدر خونه‌هاشون زیبا بود. بعد این دوستان خب خلاصه این داستان زیاد طولانی نکنیم، بی خیال، چون داستان ما خیلی طولانی بود. من تو سری میخوام رد کنم و بفهمین شما با من آشنا بشید چطوری من این مسیر اومدم. چون الان هر کی میگه من آقا من ترکیه تا آلمان با دوچرخه اومدم، هیچ کی باور نمیکنه چون تا الان کسی نیومده. خب حق به جانبین، واقعا هر کاری هر کسی نیست، یعنی اونم مدارک نداشته باشه با این همه بار و تجهیزات اینا چطوری اومده آقا. خب خلاصه وارد ایتالیا شدیم، یه دوری به ایتالیا زدیم. میلان رفتیم، ایزان شهر میلان، شهر تریسیته یا ایتالیا، واقعا شهر بی‌نظیری بود. اینقدر جاده‌اش تمیز، میگفتی یکی اونجا نشسته همیشه یه ذره خاک میفته روی زمین، سری تی میکشه یا صافی میزنه، پاکش میکنه، اینقدر تمیز بود. خب رسیدیم میلان. از میلان حرکت کردیم به طرف مرز ایتالیا و فرانسه. واقعا کوههای خیلی گندی داشت، پدرم درم تا اون کوه رو رد کردم. خب وارد فرانسه شدیم دوستان. فرانسه قول داده بودم به اونایی که مثلا من داستانم تعریف میکردم، آقا میگفتم بیا با من هم راه بشو، من ترکیه تا آلمان میخوام با دوچرخه برم، منو مسخره میکردن. قول داده بودم به اونا که فرانسه برسم اولین غلطی که میکنم یه عکس پیش پاریس به برج ایفل میگیرم، آپلود میکنم. به قولم عمل کردم دوستان، رفتم برج کجا؟ ایفل. برج ایفل موقع رسیدم دوستان واقعا خیلی یک نفس عمیقی کشیدم، آروم شدم. انگار یه چیزی روی شانه‌ام نشسته بود، خیلی وزنش زیاد بود، از روی شانه‌ام بلند شد. سبک شدم دوستان، خودم خیلی سبک احساس کردم، همونطور پر انرژی، پر قدرت. به خودم میگفتم الان اگه مثلا بگن دور دنیا رو میتونم بدون مدارک بگردم، چون واقعا بزرگترین کار رو انجام دادم به نظر خودم. یعنی در حالی که نگاه دوستان، شما باید اینو در نظر بگیرید، باید به این فکر کنید که یک شخصی معمولی که در طول عمر بیشتر از یه سال اینا دوچرخه سوار نشد. چون افغانستان دوستان دوچرخه اونقدر سوار نشدم. خب خلاص دوچرخه سواری بلد بود، دوستان دوچرخه اونقدر سوار نشده. 7500 کیلومتر که با دوچرخه گفتنش واقعا سخته. ترکیه تا با آلمان اونقدر زیاد راه نیست، یعنی 7000 کیلومتر نمیشه، 7500 کیلومتر. خب چطوری 7500 کیلومتر شد؟ میفهمید؟ چون که دوستان من کلا قاچاقی می اومدم، نمیخواستم گیر بیفتم، نمیخواستم مثلا شکست بخورم یا شکست رو بپذیرم. حاضر بودم 2 برابر. الان فکر کنین تو یه بار بیا آلمان دوباره برگردی نهایتاً میشه 8000 کیلومتر. چرا من 7500 کیلومتر اومدم؟ کارم پخته بود، کارم درست بود. میانبور میزدم، اینجوری میرفتم میپیچیدم، به بعضیا میرفتم به بنبست میخوردم. چالای خیلی بزرگی بود، این کاری نبود چرخه رد کنم، دریاچه بود، رودخانه بود، باطلاق بود، نمیشد دوستان، بارم زیاد بود. برمیگشتم دوباره یه مسیری دیگه اونجا میرفتم، خلاص اتفاقایی میافتاد. 7500 کیلومتر من با کل سختی‌ها، کل شکستگی‌ها، ناامیدی، یعنی هرچی میخوردم زمین، ولی میگفتم نه علی تو نباید شکست رو بپذیری. شکست دوستان همیشه اینو متوجه باشین، از چیزی که ترسیدین، از چیزی که مثلا ترس، استرس داشتین، اعتماد به نفستون ضعیف بود، هیچ موقع موفق نمیشین. سعی کنین اول ترس از خودتون دور کنین دوستان. نمیگم شما الان مثل من قاچاقی بیان، منظورم یعنی هر چیزی که تو زندگیتون میخواد، تا پیروزی، موفق، پول یا ثروت یا هر چیزی، فقط ترس تو بنداز دور، برو به جلو، با برنامه برو، بدون برنامه نرو، با برنامه برو. چطوری با برنامه بریم؟ مثلا از کجا باید شروع کنم، چه کار باید بکنم، چطوری به همچون چیزی که مثلا من فکرشو دارم برسم و کجا. اینجوری که تو بگی والا اگر زنده بودم یه روز یه ماشین خوب میخرم، یا مثلا اگر زنده بودم یه روزی یه وظیفه خوبی
همش آرزوئه دوستان، همه خیاله، هیچی به جا نمیرسی. منم اگه مثل شما این کارو میکردم، من خدا شاید دوستان یک موقع زندگی وضع مالی من اصلا خوب نبودم. کسایی که الان منو میشناسن پشت پرده تلویزیونی یا گوشی که داری من میبینی، شاید هم داری من میخندی الان نمیفهمم، ولی میفهمیدین افغانستان چه زندگی گندی داشتم دوستان. کفشای مردم واکس میزدم. یه چیزی میگفت حالا نمیفهم، ایرانی‌ها که نمیفهم ولی افغانستانی خودمون خوب میفهمه، اسفندی. یه دوله داشتیم دوستان، بعد سیم نصب کرده بودیم، اینجوری داخلش زغال بود، تازه میکردیم، بعد اسپند میرختیم، دود میکردیم دوستان به شکل گدا. صبح زود من میرفتم مغازه رو اسپند میکردم، یک افغانی به من میدادن. من دوستان تا کلاس سوم درس خوندم، تا کلاس سوم افغانستان. خدا رحمت کنه موقعی پدرم دست دادم دیگه، خانواده‌ام اینا مجبور بودم از خانواده‌ام حمایت بکنم، چون من خدا داخل بیمارستان کار میکرد و منم با پول اسفند و بستنی فروشی و این کارا سختی زیادی کشیدم دوستان، ولی اعتماد به نفسم دوستان خیلی بالا بود. هر غلطی که میکردم نمیگفتم خدایا من روزی بزرگ شدم این غلطو میکنم فلان میکنم، من میگفتم یه کار این فقط راه، فقط فکر میکردم چطوری باید به همچین چیزی. اعتماد به نفسم خیلی بالا بود. الان دوستان درس نخوندم، تا کلاس سوم درس خوندم. بعضی شما یک منو میبینین کتاب من اصلا در مورد کتاب 100% دیدین، یا بعضی حتی کتاب منو به اشتراک گذاشتم کتاب منو خوندن. 3 کلاس درس خوندم دوستان که اصلا دستخط من دست بنویسم میگین چقدر بی سواده، ولی خدا رو شکر دوستان الان کتاب نوشتم بالا 800 صفحه، غلطی میگه هیچی نداره، کلا به زبان فارسی ایرانی نوشته شده با کل لغات و این چیزا که کار هر کی نیست، یعنی هر کی نمیتونه، انقدر انرژی نداره. بیشتر از 800 صفحه کتاب نوشتم دوستان و با کامپیوتر خیلی واردم دوستان. کارهایی که من با کامپیوتر میکنم خلاصه خب هر کی بلده، حالا روش خودش داره، ولی یعنی بازم نه اون گرم مثلا درس نخوندم، هر چی آموختم من خودم استاد خودم بودم، یعنی اینا رو یاد گرفتم. خب حالا بحث عوض شد رفتیم روی یه چیزی. خب منظورم این بود دوستان که فقط اعتماد به نفس داشته باشین. من اعتماد به نفس داشتم دوستان، ترس نداشتم. فقط میگفتم هر جوری باشه من اینو میخوام، هر جوری باشه باید من برسم، هر جوری بشه باید من این کارو بکنم. چی میکردم دوستان؟ فکر میکردم، میگفتم اگه این مسیر برم، اگه این اتفاق بیفته خب چیکار کنم که من از این اتفاق بتونم رد بشم، اینو اسکیپ کنم. دوستان به این فکر نمیکردم که بتونم بدون برنامه یه چیزی پیش برم یا میرم یا برمیگردم، نه، میگفتم باید برم برنگردم دوستان. فقط تنها چیزی که من موفق شدم برنده شدم دوستان این بود. خب خلاص اینا رو بگذاریم دوستان. خب رسیدم آلمان، رفتم پیش مامان جونم چند وقت دوستان. امیدوارم زیاد وقتتون نگرفته باشیم دوستان و از ویدیویی که الان در شما درست کردم لذت برده باشین. امیدوارم همیشه خوب و سر حال و خوشحال باشین دوستان. ممنونم بازم همیشه که داخل لایو میاین دو کلمه با من صحبت میکنین، ولی از بعضی دوستان واقعا خیلی ناراحت میشم دوستان. ایرانی نمیگم ایرانی همه بدن، همه جا خوب بد داره دوستان، همه جا تر خوش دارن. بعضیا میگن داخل لایو میان میگه تو افغانی فلان فلان، افغانی اینطوری، افغانی نان خوشخور نمیدونم. خلاصه به خدا خیلی ناراحت میشم شنیدن بابا این قوم پرستی و این چیزا رو بندازیم دور. همه ما انسانیم. این الان که خط ما انسان ها مثلا همه از هم دور کردیم، یه خط کشیدیم روی زمین، آقا اینجا ایرانه، اونور افغانستانه، اینجا پاکستانه، اینجا فلان، اینجا. همه ما انسانیم. مگه من شاخ دارم تو نداری، یا من دم دارم تو نداری؟ بابا کل ما شبیه همین. پس ما رو خدا بیخیال، به من توهین نکنین خواهشم. بزن چند روزی که اینجا هستم، چند روزی که الان من 23 سال عمر دارم، شاید 20 سال دیگه زنده باشم، شاید 10 سال دیگه همه ما میریم زیر خواب. من فقط یه عادت گندی دارم دوستان، هر دقیقه از هر ساعت خوشحال باشم، با انرژی باشم. چون دوستان الان سال قبل ترکیه بودم، این سال اینجا هستم. من اگه زندگیمو بدم به اون سال نمیتونم برگردم، به یک دقیقه نمیتونم برگردم. الان من 23 سال عمرم هست، اصلا نمیفهمم 23 سال عمر من چطوری گذشت، چطوری به همچون سن رسیدم. پس دوستان خواهشن امیدوار هستم از ویدیوی من چیزای داستانی که تعریف کردم یه چیزی آموخته باشین و همینطور عمرتون رو هدر ندید. حالا ایران، افغانستان، هر جایی که هستین، به کشور خودتون، به قوم خودتون، به ملت خودتون توهین نکنین، متنفر نباشین، قدر کشورتون، قدر داشتهاتون رو بدونین. به خدا من انقدر الان ناراحتم. هر جایی که میریم ما افغانستانی‌ها لگد مال و پایمال میشیم. البته حق ما هست اینجوری پایمال بشیم، حق ما انقدر توهین بشنیم. چرا؟ چون افغانستان
از 100% دوستان 70%ش آدمای مزخرفی هستن. هر جا میرن باعث شرمساری، باعث آبروریزی، باعث گندکاری، خب مثلا هر غلطی میکنن. خب مردم هم حق دارن. ایران رو به گند کشیدیم، ترکیه رو به گند کشیدیم، یونان رو به گند کشیدیم. دوستان الان آلمان متاسفانه اینجا دیگه خراب شد. الان نمیفهم واقعا جز آلمان الان فقط الان آلمان فرار میکنه. دوستان چرا؟ ایران اومدیم به ما افغانی گفتن، افغانی واحد پول ما. دوستان به ما مسخره کردن، به ما گفتن کثیفی، به ما گفتن شما انسان نیستین، ما را از حیوان پست‌تر دونستن. به ترکیه اومدیم دوستان، به زبان خودشون Afganlar pistir, Afganlar teröristtir, Afganlar şerefsizdir, Afganlar pislik yapıyor. اما همه یکسان نیستن دوستان. توی که من رو داره میبینی الان شاید داخل خونه تو مثلا 10 تا فامیل، 10 تا از فامیل زندگی کنین، برادر، خواهر، پدر، مادر بزرگ، اینا همتون خوب نیستین، همتون یه رنگ نیستین، همتون یه شکل نیستین. شاید توی که من رو داره نگاه میکنی خوب باشی، بقیه‌تون خراب باشین. همه اینجوریه دوستان. حتی داخل خانواده من شاید آدم بدی که بس از خانواده من باشه من باشم، شاید برادرم باشه. پس اینجور دوستان هر کشور خوب و بد داره، همه جا. پس همه رو با یک دید نبینید دوستان. حالا یک افغانی بی‌شرف میاد داخل ایران یک گویی میخوره، قرار نیست همه ما زجر بکشیم، قرار نیست این دشمن و توهین به همه ما بشه دوستان، چون من این کارو نکردم. خب خلاص یک بی‌شرف کرده، هیچ نسبتی من با اون ندارم. فقط چی؟ به کشوری که من به دنیا اومدم مثل افغانستان بوده. خب حالا بعد شانسی آوردم. ای کاش به پاکستان به دنیا اومدم، حداقل پاکستان آبروش بیشتر از ماست. من اینقدر توهین نمی‌شدم. الان متاسفانه آلمان اومدم دوستان با کلی سختی‌ها، با کلی آرزوها، که مثلا شاید یه زندگی خوبی داشته باشم، یه زندگی کسی که به من توهین نکنه دوستان، یه زندگی عادی شروع کنم. به خدا دوستان از توهین داشتم واقعا خسته شدم. اومدم اینجا، ولی متاسفانه دوستان اینجا هر جا میرم همان است. کسی که به من میگن افغان، انگار فکر میکنم به من دشنام میدن، توهین میکنن. الان هموطن من بیشتر اینو میبینن، شاید الان تو من فوش بده به کامنت چیزی بد بگیرم من. ولی دوستان منم حق دارم، به خدا منم حق دارم دوستان، حق دارم کسی من توهین نکنه، این انرژی که دارم ازم نگیره دوستان، قرون من نشکنه. هر جا ببینم متاسفانه میگن اهل کجا هستی، نمیتونم با سربلندی پاسخش بدم آقا من اهل افغانستان. به من توهین میکنن. ترکیه خیلی جا به من توهین شد، ایران همینطور دوستان. به خدا بعضی جا میرفتم به چی افغانی هستی، بابا این چه طرز حرف زدن، ما همه هم زبانیم، همه انسان. ترکیه اومدم افغانز. الان متاسفانه دوستان انقدر سختی کشیدم تا بتونم نفس آروم بکشم، دیگه کسی به من توهین نکنه دوستان. ولی الان آلمانم این کار شروع کرد. الان سعی میکنم اینجا فرار کنم، بریم اسپانیا. امیدوارم اونجا به من توهین نکنه، به من نگم تو افغانی هستی، فقط به چشم یک افغان انسان منو ببینه. دوستان واقعا خسته شدم. پس از شما خواهش میکنم دوستان همه رو به یک رنگ نبینید. بعضی بی‌شرف ها هستن داخل تیک تاک، یوتیوب به افغانستانی، ایرانی، به هم دیگر خلاصه توهین میکنن، ولی همه یک رنگ نیستیم، همه یک رنگ نیستیم. پس لطفا از حرفای من آزرده نباشین دوستان. اگه واقعا حرفی بدی زدم معذرت میخوام دوستان. هر جایی که هستین امیدوارم خوب و سرحال باشه. اگه واقعا ویدیوم خوب بود یا از من راضی بودین یه کامنت بذارین. اگر ویدیوم واقعا مزخرف بود، ازم ناراضی بودین، لطفا به من توهین نکنین. دوست داشتین میتونین منو بلاک کنین، رپورت بزنین. واقعا معذرت میخوام دوستان. پس روز خوبی داشته باشی. فدای تو.